سلام، خوش اومدید به چنلم. تا حالا شده بپرسید از خودتون که ما چطوری از ایران میتونیم چنل مورد علاقمون رو توی توییچ سابسکرایب کنیم. سابسکرایب اولین چیزی که باید بگیم اینه که چه فایده ای داره. خب اولین چیزش اینه که شما از استریمر مورد علاقتون که حالا مخصوصا بیرون ایران باشه یه حمایت مستقیم میکنید. دومین چیز اینه که توییچ تبلیغات داره، موقع پخش لایو شما تبلیغ براتون میاد. اینجوری تبلیغات دیگه بهتون نمایش داده نمیشه اگه سابسکرایب کنید. سومین چیز اینه که شما میتونید اون ایموت های اختصاصی اون استریمر رو دریافت کنید. یک سری شکل هست که اینجا میتونید ببینید، مثلا استریمر XQC مثلا چه ایموت هایی داره. چهارمین چیز اینه که شما یه بچ همراه اسمتون میده. یعنی شما وقتی چت میکنی مثلا یک ماه کسی که یک ماه داره مثلا سابسکرایب کرده طرفو، یه همچین بجی میاد پشت اسمش و بذاره مثلا تو به چشم در میاد توی اون چت. حالا ما اگه بخوایم از طرف ایران استریمر مورد علاقمون رو سابسکرایب کنیم باید چی کار کنیم؟ برای این قضیه دو تا وبسایت داریم، یکی ریمیت سابه، یکی هم دونو ساب، که شما میتونید از طرف این دو تا وبسایت استریمر مورد علاقتون رو سابسکرایب کنید. خب اولین کاری که باید کنید اینه که لینکشه براتون داخل دیسکریپشن هم میذارم، ولی اینجا مثلا ما میذاریم XQC سرچ میکنیم که صفحش برامون بیاد. این صفحه برامون اومد، قشنگ نگاه کنید همه چیزم نوشته اینجا که مثلا چه فایده براتون داره. قیمتش هم نسبت به دلار یه ذره کمتر میفته و این خیلی خوبه. کاری که شما کنید خرید ثابت تیرمان رو میزنید. اینجا باید اول یوزرنیمتون رو وارد کنید، حواستون حتما باشه که درست وارد کنید. تایید و پرداخت میزنید، میره تو صفحه خرید. بعد حالا توی دونو هم همین به همین شکل. حالا اینجا دونو زیاد خوب امروز کار نمیکنه، من لینک XQC رو میذارم اینجا. مثلا میره تو این صفحه، میبینید همچین صفحه براتون میاد. حالا امروز خودشون گفتن که تیر وانمون کار نمیکنه، من تیر 2 رو مثلا به عنوان مثال میزنم، ولی شما هم تیر وان بخرید. مثلا یوزرنیم رو میزنم اینجا میزنم یه متن میتونید بر طرف بذارید، پرداخت رو مثلا بزنید. یه دونه اکانت ناشناس توی توییچ به شما سابسکرایب یک ماه رو گیفت میکنم. مثلا نگاه کنید اینجا من یه دونه سابسکرایب کردم، مثلا این اکانت رو نوشته که یه اکانت ناشناس یه دونه سابسکرایب یه ماهه برای شما انجام داده و این قضیه مثلا تو کمتر از 30 ثانیه براتون انجام میشه. ممنونم که ویدیو رو دیدید تا آخرش. من ویدیوهایی تو این سمت زیاد میسازم، پس اگه دوست داشتید حتما چنلمو سابسکرایب کنید. مرسی، چکریم.